بازداشت غیر نظامیان زیر نام مقاومتگران، شکنجه غیر نظامیان از سوی طالبان در پنجشیر واکنش برانگیز شده است. وضعیت افغانستان به روایت مقاومتگران، جبهه مقاومت میگوید که افغانستان بیشتر به خانه بدون در پنجره شباهت پیدا کرده است. خداحافظی به دستاورد ماموریت رئیس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان پایان یافت و نگاه سیاستگر غربی به وضعیت افغانستان. دبیرکل پیشین ناتو خواستار حمایت غرب از نیروهای ضد طالبان در افغانستان شد. سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. نشر نوار بازداشت تحقیرآمیز غیر نظامیان پنجشیری زیر نام چریک‌های مقاومت از سوی طالبان جنوب واکنش‌های تند را همراه داشته است. شماری از سیاستگران و آگاهان این کار طالبان را سرآغاز یک جنگ قومی خونین در کشور می‌دانند. بریالای سنگین، فرمانده مقاومتی در ولسوالی خوست و فرنگ بغلان در واکنش به بازداشت و کوچ اجباری غیر نظامیان از سوی طالبان در پنجشیر گفته است که جنگ قومی طوفان وحشتناک است. او امروز در توییت نگاشته است تحقیر، شکنجه، اتهام بستن، دزدی، غصب اموال، بازداشت، کوچ اجباری و نسل کشی تاجیک به شدت جریان دارد. فوزیه کوفی رئیس جریان موج تحول افغانستان نیز در توییتر خود نگاشته است که هر محکومیت یک انقلاب در پی خواهد داشت، انقلابی که آغازش چون سونامی خاموش است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در واکنش به بازداشت غیر نظامیان در ولایت پنجشیر میگوید که این اقدام طالبان خلاف اصول بین المللی است. آقای فائق روز سه‌شنبه 1 سنبله با نشر نوار تصویری بازداشت غیر نظامیان در پنجشیر گفته است که این اقدام ها باید متوقف شود. نامبرده افزوده است دستگیری و بازداشت غیر نظامیان برخلاف اصول بشردوستانه و بین المللی است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل خواستار بررسی این بازداشت‌ها بر اساس قانون‌های حقوق بشری شده است. در همین حال منابع با آماج نیوز میگوید که وقت طالبان در بازداشت و سرکوب مقاومتگران ناکام ماندند، دست به بازداشت غیر نظامیان زدند. با آنکه طالبان همواره جنگ در پنجشیر و اندراب را رد کردند، اما به تازگی ملا هیبت الله برای این دو ساحه فعالیت چریک‌های مقاومت فرماندهی ویژه جنگی مقرر کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته است که با حضور آزادانه گروه‌های تروریستی جهانی در کابل، کشور شبیه خانه بدون در پنجره شده است. آقای احمدی امروز سه‌شنبه 1 سنبله با نشر پیام در برگه فیسبوکش از ادامه گشتزنی هواپیمای بدون سرنشین ناشناس در فضای ولایت‌های مرکزی و شمال کشور خبر داده است. این گفته‌های احمدی در حال بیان می‌شود که به باور شمار زیادی از مخالفان طالبان، افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون بلانه امن برای تروریستان جهانی مبدل شده است. قابل ذکر است که اوایل ماه گذشته ایالات متحده آمریکا در یک حمله هوایی ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده را در کابل کشت. رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید به زودی به ماموریتش پایان میدهد و سه‌شنبه کابل را ترک میکند. آنرود پالز که به نظر میرسد اخراج شده باشد، در توییترش نوشت شما میتوانید یک دیپلمات را از افغانستان اخراج کنید، اما نمیتوانید افغانستان را عاری از دیپلمات کنید. آقای پالز افزوده است که به زودی رافائل لایدک جاگزین او به عنوان رئیس هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان خواهد شد. گماشتن یک دیپلمات زن به عنوان رئیس اتحادیه اروپا در کابل به طور نمادین به معنای جدیت اتحادیه اروپا برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان تحت کنترل طالبان تعبیر می شود. آرنولد پالز در آخرین مصاحبه خود با طلو نیوز گفته است که بازگشایی مکاتب دخترانه به عنوان مهمترین اولویت اتحادیه اروپا در افغانستان است. او حق کار زنان، حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و شکلگیری یک سیستم سیاسی مؤثر و همشمول را به عنوان اولویت‌های دیگر اتحادیه اروپا نام برده است. در این مصاحبه تاکید شده بود که خواست‌های جامعه جهانی برای ایجاد حکومت همشمول و دادن حق کار و آموزش به زنان به معنای دخالت در مسائل داخلی افغانستان نیست. اندریاس راسموسن، دبیرکل پیشین ناتو، با بازنشر مقاله علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی مقاومت، در فارین افرز گفته است که جهان نمیتواند افغانستان را فراموش کند. دبیرکل پیشین ناتو در توییترش از دولت‌های غربی خواست تا از آنانی که در برابر حاکمیت خشن و سرکوبگر طالبان ایستادگی میکند پشتیبانی کند. علی میثم نظری در مقاله در مجله فارین افرز تاکید کرده است که جبهه مقاومت برای مقابله با طالبان نیاز به حمایت جامعه بین‌المللی دارد.
او با اشاره به این که خطرهای درگیری‌های جاری بیشتر از خطرهای یک جنگ داخلی است، افزوده است که طالبان به گروه‌های تروریستی منطقوی و بین‌المللی اجازه داده است تا در افغانستان پایگاه ایجاد کند.